نمودار آورویو کمپین بدون ارائه یک سند کنارش که کامل شرح بده جزئیات اون کمپین چی بوده، با چه تنظیماتی ست شده، هیچ ارزشی، تکرار میکنم، هیچ ارزشی نداره. من آتنا سجادی هستم، متخصص تبلیغات کلیکی. چه اینجا نمایش کلیک تعدادش چند هزار تایی باشه و کانورژنی که اونجا نوشته چند هزار تا باشه، چه اعداد کمی باشه، حالا تک و توک باشه، کلیک کم باشه، کانورژن مثلا نوشته 5 تا کلیک 5 تا کانورژن، من میتونم بفهمم که این خیلی کمپین خوبیه؟ نه. نمودار آورویو کمپین رو اگر کسی به عنوان نمونه کار برای شما بفرسته، به عنوان کمپین منیجر بخواد بگه این نمونه کار منه، به تنهایی هیچ ارزشی نداره. فقط داره نشون میده یه تعداد کلیک و نمایشه. هر کسی میتونه کمپین ران کنه. خب چطوری ارزشمند میشه؟ اینکه در کنارش بیاد دیتا بده بهتون، در کنارش بیاد یه سند بهتون بده که کامل شرح داده که اصلا این کلیک ها توی چه حوزه‌ای بوده، برای چه کیورد هایی بوده، چه متن تبلیغی نوشته شده، کانورژنی که اگر ست شده و الان اینجا تعدادش داره مشخص میشه، مثلا 5 تا کانورژن، 5 تا تبدیله، بخوایم فارسی بگیم، چی بوده. ما حتی میتونیم لود شدن یه سفر و کانورژن در نظر بگیریم و اینجا ست کنیم، گوگل هم بهمون نشون میده. پس این خیلی مهمه که نمودار آورویو کمپین هر جایی بهتون نشون دادن، چه من چه هر کس دیگه‌ای به عنوان نمونه کار، حتما کنارش بگن که با این تنظیمات این نمونه کار هست، با این تنظیمات که درست هم ست شده این نتیجه حاصل شده. پس با قاطعیت میتونیم بگیم نمودار آورویو کمپین بدون اینکه کنارش سندی ارائه بشه نمیتونه نمونه کار باشه. راستی تا یادم نرفته بگم تنها جایی که اجازه داری ولخرجی کنی مارکتینگه.